سلام، من کوثر هستم، کارشناس ارشد صنایع غذایی. امروز اومدم یه مقدار در مورد شیرهای بدون لاکتوز با هم گپ بزنیم و در نهایت شما میتونید کلی اطلاعات در مورد شیرهای بدون لاکتوز به دست بیارید و اگر دیدید که شما هم جز اون دسته از افرادی هستید که باید از این مدل شیرها مصرف کنید، با خیال راحت برید و اونو خریداری کنید. اولین عاملی که باعث شد شیر بدون لاکتوز تولید کنن چی بود؟ کارشناسای صنایع غذایی همیشه با این مسئله روبرو بودن که بخش زیادی از مردم میگن که ما نمیتونیم شیر بخوریم و وقتی شیر میخوریم دل درد و دلپیچه حالت تهوع میاد سراغمون و اونا اومدن بررسی کردن با کمک کارشناسای تغذیه و پزشکان و دیدم بله معمولاً توی شیر مادر هم لاکتوز وجود داره و کاملا طبیعیه. برای رشد طبیعی یک نوزاد نیازه که شیر مصرف کنه. اما قضیه اونجا مشکل پیدا میکنه که بعد از این که از شیر مادر گرفته میشن، یعنی بعد از 2 سالگی خیلی وقتا این علائم بروز میکنه. چرا؟ چون که بدن بعد اون دچار نقص در تولید لاکتاز میشه. لاکتاز چیه؟ لاکتاز آنزیمیه که باعث میشه که لاکتوز موجود در شیر بشکنه و تبدیل به گلوکوز و گالاکتاز بشه. حالا وقتی این اتفاق نمیفته یا کم تولید میشه این آنزیم داخل بدن و سیستم گوارشی، یا تولید نمیشه یا کم تولید میشه. وقتی بخشی از لاکتوز دستگاه گوارش رو رد میکنه و توسط بدن جذب نمیشه، میرسه به باکتریای روده‌ای و باکتریای روده‌ای اونجا خوشحال میشن و شروع میکنن به تغذیه کردن از لاکتوز که باعث ایجاد گاز، نفخ و دلدرد توی انسان میشه. خب الان چیکار کنیم؟ حالا یک روش خیلی هوشمندانه که کارشناسای صنایع غذایی گفتن که باید ما یا اونو از یک فیلتر عبور بدیم و لاکتوزش جدا بشه و کل بخشای دیگه شیر جدا بشه و اون مورد مصرف قرار بگیره. این یک روش بود که معمولاً تا 40-50% جواب میده و 40-50% لاکتوز باز باقی میموند. و یا اینکه بیایم لاکتاز رو به شیر بزنیم و اونجا شکسته بشه لاکتوز و دیگه به صورت لاکتوز نباشه که نتونه بدن اونو بشکنه و جذب بدن بشه. خب الان ما یک شیری داریم که لاکتاز بهش زده شده یا از فیلتر عبور داده شده و تبدیل به شیر بدون لاکتوز شده. خب خیلی راحت افرادی که مشکل هضم شیر رو دارن یا همون در واقع هضم لاکتوز رو دارن میتونن با خیال راحت شیر مصرف کنن. البته خیلی از محصولاتی که تخمیری هن، مثل ماست، مثل پنیرهای سفت و سخت، مثل پنیرهای محلی که خیلی سفتن و تخمیری هن، این مدل محصولات خود به خود طی فرایند تخمیر لاکتوزشون شکسته میشه و معمولاً افرادی که به شیر حساسن با این مدل محصولات مشکل خاصی ندارن. این شد که تولید شیر بدون لاکتوز استارت خورد و الان توی هر مغازه شما بخواید میتونید اونو پیدا کنید. و حالا توی ویدیو بعدی میخوام در مورد شیر بدون لاکتوز مقایسش با شیر عادی حرف بزنم و بگم که طعم کدومشون چجوریه، چه کاربردی داره و در نهایت اینکه چه کسایی میتونن شیر بدون لاکتوز رو مصرف کنن و آیا اصلاً محدودیتی برای افراد عادی داره یا نه. حتما ویدیو بعدی هم نگاه کنید که مکمل این ویدیو هستش.